جانومه 802 24 تا ژتون داره که تعدادی از این ژتونا یه لب هست و تعدادی از اینا هم 2 لب هست. حالا تنظیمات و طریقه کار کردن با این 2 ژتون چجوریه؟ برای ژتونای یه لبه اینو روی آف میذاریم و اینو در میاریم. این سوراخ حتما توی این قرار بگیره. درشو میبندیم روی M S و بین 1 تا 0 باشه. گام دوختتون هم روی 7 باشه. حالا اگر بین بقولن 2 بذاریم ببینید چجوری دوخت میزنه. تفاوت رو ببینید. ژتونای 2 لبه اینو داخل جا ژتونی قرار میدیم، اینم روی MS و اینم حتما روی 4، اینم بین 1 تا حالا 4 بستگی داره ریز و درشتی گام دوختتون و اینم روی 7. حالا اینو میذاریم روی 2 و دوباره دوخت میزنیم. و ببینید الان این چقدر جمع‌تر و قشنگتر میزنه.